سلام، خیلی تبریک میگیم بهتون بابت ویزای ثبت شرکت عمان. برای مصاحبه در خدمتتون هستیم. آماده این؟ بله. زنده باشین. چرا عمان رو برای ثبت شرکت انتخاب کردید؟ اولین دلیلش به خاطر اینه که از سیاست‌های خارجی خیلی حمایت میکنن. دومین موردش ثبات اقتصادی بالایی بود که داره و امنیت بالایی که داره. من این سه تا خیلی واسم مهم بود. بعد به خاطر همین شد که من عمان رو واسه ثبت شرکت خیلی هم عالی. آیا عمان رو محیط مناسبی برای کسب و کارهای خارجی میدونین؟ چرا؟ بله، به خاطر اینکه از کسب و کارهای خارجی خیلی حمایت میشه و کلا مردمانش خیلی برخورد خوبی با ایرانی‌ها دارن و از کسب و کارهای خارجی هم حمایت میکنه. چقدر عالی. و از روند پروسه‌تون رضایت کامل داشتین؟ بله، من خیلی رضایت داشتم و هفتگی به من گزارش داده میشد از طرف تیم پارسی کانادا. واقعا پیگیری های مکرری داشتن و این خیلی باعث میشد که من مثلا دلم قرص باشه بابت اینکه روال کارمون داره خیلی عالی پیش میره. واقعا راضی بودم. چه توصیه‌ای به کسایی که میخوان در عمان ثبت شرکت بکنن دارین؟ ثبت شرکت توی عمان خب 4 نوع داره. ما خب نوع 4مش بودیم که حالا ما ویزامون رو تبدیل به ویزای کاری میکنیم، بستگی به خودشون داره. ولی ثبت شرکت در عمان پروسه خیلی راحتی داشت برای ما و ویزامون هم خیلی زود صادر شد. برای همین من خودم عمان رو بیشتر واسه اینکه روند کاری زودتر انجام میشه بخاطر همین انتخاب کردم. خیلی هم عالی. و سوال آخر، فرهنگ کاری و اجتماعی در عمان چطوره؟ آیا تفاوت زیادی با کشورهای دیگه داره؟ خیلی تفاوت زیادی نداره. اتفاقا خیلی حمایت میشه از کسب و کارهای خارجی و خوب برخورد میشه در رابطه با این زمینه. خیلی عالی. ان شاءالله که موفق باشید. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم ازتون. سلامت باشین. باشیم.